رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر خداوند محبتش بر بنده قرار گرفت، چطوری محبت خدا بر بنده قرار بگیره؟ این که بنده از خودش چیز خوبی نشون بده، دل پاکی نشون بده، رفتار درستی نشون بده، دلی که سرشار از محبت خدا و رسول خداست. رفتار خداپسندانه تا نظر خدا رو به خودش جلب بکنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر نظر محبت خدا بر بندی در نتیجه قلب پاکش و رفتار صحیح و درست و خداپسندانه‌اش و تواضع و فروتنیش در مقابل خدا و خلق خدا از خود نشون داد که نظر خدا و محبت خدا متوجه شد، بلا فاصله خداوند جبرائیل رو در آسمان میطلبه، به جبرائیل اعلام میکنه ای جبرائیل. جبرائیل میگه لبیک یا رباه، اسم میبره من فلان بنده پسر فلان در روی زمین دوست دارمش. الله میگه به جبرائیل تو هم دوستش بدار. جبرائیل میگه سمعا و طاعه. چه شرفی است! از این بالاتر این محبت خدا منوط به این که ما سوژه های خوب بیافرینیم، هنرهای زیبا به نمایش بگذاریم از خودمون تو این دنیا. خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند، ز کالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند. تو دنیا همه چی هست ولی محبت هم هست، محبت صادقانه و خالصانه هم هست. جبرائیل رو میطلبه رب العزت و الجلال. جبرائیل فرمانده کل فرشتگانه، مقربترین فرشتگان خداوند جبرائیله و فرمانده کل فرشتگانه، مطاع ثم امین. در ملکوت اعلی کل فرشتگان از جبرائیل اطاعت میکنن و سفیر وحی خداونده. ای جبرائیل من فلان بنده پسر فلان رو در دنیا دوست دارم، تو هم دوست بدار. میگه لبیک سمعا و طاعه. بعد جبرائیل صدا میزنه در کل آسمان ها به همه فرشتگان خداوند، میگه رب العزت و الجلال اعلام کرده که فلان بنده رو در روی زمین دوست داره، شما هم دوست بدارید. کل فرشتگان میگن سمعا و طاعه. بعد که در آسمان مسئله فیصله شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند که خداوند برای این بنده در زمین بین کل مخلوقات خداوند مقبولیت می نویسد. وقتی گفتم کل مخلوقات خداوند یعنی هم دریا با همه مخلوقاتش، هم کوه و دشت و جنگل با همه موجوداتش، چه جمادش چه حیات دارش. اون موقع دیگه وقتی در دشت و کوه میرید احساس میکنی این کوه با تو هماهنگه.